سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. ما این دفعه اومدیم یه چند تا چیز مهم رو توی کانتر به شما بگیم. دوب 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 دوب. ایسا چند تاشونم باگه. خب صدا کنیم انقدر کافیه بود. مگه ما میخوایم عروسی کانتر رو بندازیم. خب شما عاشق تروریستین یا کانتر تروریست؟ ایس همین پلیر نه بی اسم میتونستیم تو اینجا گرافیک میتونین چی کنین. این که هیچ کیفیت طبیعیه. من دوست دارم کیفیت همون بد کنم. همش سلیقه شما چند باشه. اینجا رنگ هدف رنگ هدف البته که نه میتونین بگین که هدفتون چه مدلی باشه. من با هدف زبدای راحت ترم یا همین بله. اینجا هم میتونین کاری کنین که خونریزی نکنین همین چیزا. این که نمیدونم فکر کنم رنگ سراست. اینم پوکه نمیریزه. اینم تیر مکانا رو سوراخ نمیکنه. واه کیفیت گند شد رفت. ریدم تو کیفیت. خب وقتی که این حالت پلیر وایسا کد بزنیم. کدو بلدین دیگه غلط نکنم. اینجا گفته 192 دات 168 دات 43 دات یک نقر قول 4 تا. خب این بیاریم نایف کنیم. چه مپی بزنیم؟ من که والا توی وست پرو پلیر رو خالصم. بریم این مپ خیلی باگای زیادی داره. بزنیم بگم من تریف میشم. به تکش خنم سرم جالب نیست. یه سوال زمان با گزینه فرین فایر هم میتونی یارای خودتون بکشید. بازی ما مدلی واه کیفیت میدم حالم بد میشه. وایسین اما ببینیم گراف هم باید بازی رو ریستارت کنم. بیخیال دارم اون مثل یه دور اصلا بزن میشه. یه راز اینجا هست اینو اکسپرت دیگه. درسته هارد اکسپرت چه میدونی چی. وقتی دشمن دارن حمله میکنن فقط تو سطح نایف بشینین بالا اون کنین راحت میزنین جلو جلوشون کنین. باگ نمیدونم چی چیه کمتر هم دم میکنیم. من اونم گرم پرتاب شدم مگه چی بودم. الان ببینین کیفیت رو ببینین. دیداش اینگار وری گود کردم. وری گود کردم بکنم معمولا با این روشی که بهتون ایجاد میدم باید کمپ کنم. اونا خداش اینو خیلی کیفیت شدم. من قبلا این محبوب میمونم از کیفیت میمردم. ببینید بچه ها اینجا باگ هست. وایسین من باتا باز کنم راحت این باگ ها به شما توضیح بدم. یه دفعه همش کیفیت هم خوب میگردیم. کوفت. خب الان من تکم دیگه درسته. راحت میتونم یه باگ به شما ایجاد بدم. وایسین بیاین بریم این مپ های دیگه هم قراره به شما باگ ایجاد بدم. میدونستین شما الان من میپرم اینجا بالا نمیاد درسته، ولی اگه میپرم همراش میشینم این بالا میاد. خیلی عجیبه. الان ببین اینا میشینم اینجا بالا اینجا میپریم. نمیتونم بپرم ولی الان میتونم. خب اینجا یه باگی چیزی هست. بیان اینجا بچسبین کلی بپریم. الان کاراکترتون گیج میشه. اینا همین داره اصلا نمیتونی راه بریم مگه اینکه روتون پشت کنم میتونی راه بریم. الان من دوباره میرم روم پشت میکنم چند ضربه هم بزنیم. خب اینش راحت بود. تو مپ های دیگه هم میتونید امتحانش کنید. بعضی از باگ یه باگ دیگه هم هست که حتما باید زامبی باشه. بعدا اینو بکنم. اما شما اگه بپرین پایین چه بی کیفیت والا. خب شاید بعد سوال کنید چطوری بریم این پایین. الان میخوام بهتون ایجاد بدم.
یانگ. راستی ما اسم اینجا گذاشتیم جاکوفتی، چون با دوست رفیقمون میرفتیم اینجا وصل میشدیم. هر موقع خواستیم از اینجا بریم اونور میافتادیم پایین و همین به اینجا میگیم جاکوفتی. بیاین اینجا وایسین بپرین همراهش بشین. میان زیر پلیر رو اگه خودکشی هم کنم باز نمیتونم به شما برسن. این از باگه. بریم. خب بریم. زامبی هم یه باگ بود که توی همین مپ اولی بزنیم. شما وقتی در حالی که کاراکترشون زامبی است، اولا اینو بذارم بهتون توضیح بدم. زامبی ها 300 تا جون. هر وقت اگه مثلا آدما برندشن جونشون 100 یا 50 تا کم میشه دست بعد. ولی اگه زامبی ها برندشن، انا ببخشید چی میگم، آدما برندشن کفری میشن جونشون بیشتر میشه. ولی اگه زامبی ها برندشن کفرشون خالی میشه جونشون 100 یا 50 میاد پایین. بیان بی خیال نمیخواستم برم این نفسم اینقدر اینجا. آره اینجا. وقتی شما در بخش مترو روشن هستین که اینجا سخت وجود نداره، به این گوشه دقت کن. بیاین اینجا بپرین اینجا بریم بالا، بعد میپرین روی این نرده میرین این بالا. الان کل من برای شما معلوم. من بیاین یه چیز جالب دیگه بهتون بگم. شما اگه بپرین اینجا چه اتفاقی میفته؟ از جای اولتون اسپام میشون. خیلی راحت. این باگش خیلی بیاین یه باگ دیگه هم بهتون بگم. این خیلی بالا. خیلی بیاین بالا این دیوار بپرین اینجا رو هوا کاراکترتون اینجا میمونه. انگار اینجا سطل سبده چی هرچی کوفتی هست باید بپرین توش. اینجا هم هرچی من جلو میرم میره جلو. الان باید بپرین بالا. اینجا دیگه خیلی بالا. دوباره آماده؟ اینجا کجاست؟ خب این از این بار. وقتی بازی شما زامبیه بیاین تو مپ دیزرت که یه مپ خیلی معروف. بیاین بریم. اولا یکی از کمپ های معروف اینجا هست. اینجا میشینین با اجلاف همه رو ترور میکنین. اینجا خیلی حالیه. یه کمپ دیگه هم هست که به همین روشی که گفتم میپرین میشینین میان بالا این جبه اینجا منتظر بیاین که بزنینش. خب بریم سراغ اون باگ اصلی. البته اون باگ نیست، هرچی هست بریم شاید براتون باگ باشه. میرسیم شما اگه بالا این جعبه باشین باتا پایینتون جمع بشن، بازی هم حالتش نایف باشه، با کاتانا میتونین اینا بزنید ولی شما نمیتونن، یعنی اونا نمیتونن شما رو بزنن. خیلی جالبه. من همه شما اصلا توی کلاسیک برم این بالا که بالاخره بپر نشد آقا ببینم بایستا. بیاین بپر اینجا اگه دقیقه این اونجا هم مثل اومد قبلی پوچه. این چقدر جالبه، خیلی جالبه. وایس این یه کمپ دیگه هم اینجا هست. بریم اینجا هم میتونین کمپ کنیم که این اونقدر هم خوب نیست. بعضی وقتا قاطی میکنین گم میشه. الان بیاین مپو عوض کنیم دیگه. یه باگ دیگه هم بود. ما الان کلاسیک میکنیم. وقتی شما این مپو دارین کلاسیک میگیریم. اینجا هم گاهیتون هیچی توی سطح اکسپرت میتونین سلاح رو خوشگل. بیا این هم که میرین دیگه اگه این دختر بزن سلاحش رو میندازه. البته این نایف خوبه نقطه نیست. بریم بپرین بشینین اینجا میتونین بیانین. خیلی جالبه. میپرین اینجا هرچی جلو میرین هیچ اتفاق نمیفته. اینجا هم نمیرین هیچ جوری. یه باگ دیگه هم هست. این برای همه هست. این بالا میتونین بیانین. این بالا هم بیاین همه اون پایین جمع میشن بهتون سول میزن. خب چیز جالبی هم نیست. خب بریم مثلا 10 تا اکسپرت بندازیم واسه ببینیم. من تروریستم. چیکاری؟ نظر کن آنلاین چرا اوف. بیا کد که مهم نیست. ما بیاریم کنایف.
کنایف جدیده. خب بریم تیریست نه بچه راستی بدانم این یکم بهتون بگم سرعتی ترین سلاح همین خنجره. این چقدر برقه خاطر هم خیلی درازه. مثلا این درازش منطقیه. مثلا شما بالای جبه باشین راحت میشین. اون باشا هم اول که اسپان میشن به سمت محل اسپان شدن شما حرکت میکنن. خیلی بخاطر این اتفاق میفته. الان ببینید الان یه باگ دیگه. ببینید من بالای جبم راحت میتونم اینا بزنم جر بازی کنم. من به این روش میتونم ادعا کنم بگیم من 32 نفر اکسپرت تو نایف زدم. اینا این پایین جمع میشن راحت شما میزنینشون هدشات هم میشن که پایین جون کنیم. اون آخری رو دیگه به روش های دیگه بریم. اون مثلا فرمانده دیدن خیلی خطریه. میدونستین شما دارین از نردبون میرین بالا دشمنتون هم داره از نردبون میره بالا شما میتونین دشمنتون رو از زیر بزنین ولی اون یکی نمیتونه شما رو بزنه. یا اگه شما بالا باشین دشمنتون هم از پایین بخواد از نردبون بهتون حمله کنه مثلا وایسین مثلا من دارم از این من مثلا دارم از این نردبون میرم بالا یه پلیر دیگه اون بالاست دنبالش میکنم اگه بهش برسم میتونم بزنمش ولی اون یکی نمیتونه منو بزنه. من اگه دارم میرم بالا یه پلیر دیگه بخواد از پایین بیاد اگه من ایست کنم و اون بهم برسه من نمیتونم اون یکی بزنم ولی اون یکی میتونه منو بزنه. اینش خیلی جالبه. این نکته خیلی مهمه. ببین بابا کدوم گوری هستی؟ روش نینجا باشد بابا جسد یارات اینجاست انگار نه انگار اینجاست اینجا. آها ای ولفه که همون وای بودو گیجی بیا بالا آقا من بیا دیگه گیج خدا بیا این پایین بزن جیرش بدم بره این کارش کمتر هم دمش کنه دیگه اکسپرت بود با کاتانا اومد بالا سرم انقدر دمش کنه فقط دیدم تو 54 اونم با 2 ضربه خیلی کم دمش کنه اگه بشین. بریم این دفعه بیان 10 نفر هم بریم بالا اینجا واقعی بزنم دست بیاین دیگه. آقا کجا دست جمعی بیا من پارتی رو میدم دیدن آقا من پارتی رو انداختیم شما اینقدر کریم بیاین دیگه بی شرفا فرزه هیچی نریم شد کردی داره میره بالا داریم. اوه بیاین دیگه من یه دفعه میاد جانم جرباجنم میکنه من میگم اوه لشکرت میپاس اینجا البته لشکر که نه 3 نفر که لشکر نیست. ای ولف احمق من که زده بیمونه بچه بیم یا هم رفیقم این روش اگه 2 نفری بهشون حمله کنن در برابرش ماستم نیست. خب دیگه این حالا این مپم ول. خب چی کنیم چی نکنیم میدونستیم بخش آنلاینش هم واقعیه. اینجا میتونین توی مپ ها جوین بشین. اینجا هم اگه بخواین چی میگه ویست گم شونگار اگه همینجا بخواین مپ بیارین اینجا میتونین یه مپ خودتون بیارین که بقیه جوین شن. اینجا میتونین تعداد پلیراشو بگین. یعنی مثلا من اینطوری کنم تو هر گروه 12 نفر میتونن بیان. این که دقیق نمیدونم چه هرچی از شما شانسی گروه بزن. این که جوین رندوم اینجا هم نیوزر اینجا هم اسم مپ ها میگه اینجا هم حالتشون میگه مثلا اینجا کلاسیک چیکار اینجا هم پرچمیه اینجا هم که اسمشونه من مثلا میزنم داخل این درس جوین شد بعضی وقتا هنگ میکنم بعضی وقتا هنگ میکنم. این پایین هم تعداد دشمنا میگه خیلی هاشون هم چی دارن این همه پلیر
از اینا هم بوتن من نمیدونم فوتت این چیه که بوتا رو انجام کنید بوت کنید کنید این فکر کنم چیزره نه این چیزه نیست بعدش چیزه اصلا این خر نارنجک میدونم بیاستا باشم میرم شما جه میدونم خب این اول چقدر پول داریم اوه 10,000 شد رفت یاد بازی این همه یاره من الان این چلوفتی ها این روانی خلاصه بگیم فقط خواستم بهتون نشون بدم بخشه آنلاینش هم کار میکنه اگه بخواید با دوست رفیقاتون برین این یکی رو بزنین یا اینجا این چرت و پرتا پاک کنین بنویسین 192 نقطه 41 43 چی میگم بلکن بابا ببینین کودش رو اینجا گفته براتون 192 داد 168 داد 43 داد یک نقل قول بیاین اینجا یکشو بنویسیم نقل قول 4 تا 7 اینجا میتونین مپ بیارین اگه این مپ رو بزنین اون رفیق شما هم اگه مثلا بخوای یه مپ بیاره جفتتون باید این کدو بزنین اون وقتی گفت جوین شو شما جوین رو بزنین دیگه پیش جوین میشین راحتی اگه هم مپ رو برین اونم این کدو زد شما جوین رو بزنین جوین میشین راحت میتونین اشغال من اینجا مپ میارم دوست رفیقا میتونم بیان اینجا بازی کنم با من بچه بیاین یه لحظه بریم اینجا یه مپ بود اینجا بانکر بیاین ببینیم یه چیز خیلی جالب داره من تروریست میشم ببینیم بچه بیاین اینجا زمان اگه دقت کنیم باگ داره شما از اینجا نمیتونین بریم بالا فقط یه راه داره که اونم راهش اینه بپرین همین راحت اینجا باهاش انقدر باگ داره باید این باته چرا داداش کمپ کردیم بیطرف ببینیم بایستیم زهر ما بیاین بوم بگیریم بریم تو دهن یارتون بزنیم جفتتون با هم بریم پیش خدا البته یعنی چی اون نمرد من مردم چون کاراکتر من بود مثلا این دفعه دیگه باید بشه وایسا من اصلا دهنش نمیرم روی یارم بوم میگذارم ببینم میمیره یا نه کجامون یه جور میرسین اگه بازی شما مد شده باشه جلیقه باتا بی نهایت 100 میلیون بعضی از باتا که جلیقه برای خودشون نمیخرن جلیقهشون 100 میلیون من وایسا این اگه به لوش خدا جلیقهش بی نهایت باشه وایسا یه دقیقه دیگه کی جلیقهش بی نهایت یه تیر حرومش کنه زنیگه 5 تا فقط 5 تا هی باسمش بزنم سوراخ کنم این جلیقهش بی نهایته آره گاهی که جلیقهش بی نهایت باشه هم تو یکی دمش میکنم وایسا هم بزرگ بزنم تروریست یک جلیقهش چون 100 میلیونه یکی دمش میخوره همین یکی که دمج میخوره تو چیه بسرم میخوام جلیقه‌شو تموم کنم هیچ کام میدم اسمت چیه آقا من میگم شادگان دار ایست که مرد که خرد هد زدم ببخشید خیلی شرمنده اصلا من روی یارم بذار بوم بندازم بابا 2 دقیقه در نرو آها 9 چه زیبا من برم روی بوم که پاره بگم شما الان 9 تا دارم اجاره دیگه میدونین دیگه باگه اگه من الان 10,000 جلیقه رو هم بپوشم یه مرده بیا زیر پام نارنجک بندازه به نظر چه اتفاقی میفته زنده میمیرم
سگ. میخوام جلیقت رو تموم کنم. خب 100 میلیون چی بکنم. اسم الیفنت ناخون بذار یادم باشه. چه اسمی کم مونده بود اسم این نفر باشه کاو. گفتم اگه همین یه دونه بهشون تیر بزنیم. وای خواهد وولف وولف ایزمه شما مرد تو باید به قتل برسی. خلاصه همش همین بود. با کمک این استفاده میتونید شاه